سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روش خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تاکید ملا برادر آخوند بر عصری سازی شهر کابل. فراغت ده‌ها تن از نیروهای ویژه پلیس ریاست قطعات خاص معینت مبارزه با مواد مخدر و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه. امروز سه‌شنبه 9 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار ساخت پل هوایی مقابل مقام ولایت کابل تاکید کرد که شهر کابل باید به گونه معاصر و بر اساس یک پلان منظم شهری توسعه یابد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء با تقدیر از فعالیت‌های شهروالی کابل از شهروندان خواست که در پاکی و نظم شهر مسئولیت خود را انجام دهد و در بخش پروژه‌های زیربنایی همکاری همه‌جانبه کنند و همچنین از انجینران این پروژه خواست تا با در نظر داشت تمام معیارها کارهای این پل را به گونه معیاری و درست تکمیل کنند. وزارت امور داخله میگوید که ده‌ها تن از نیروهای ویژه پلیس ریاست قطعات خاص معینت مبارزه با مواد مخدر پس از فراگیری آموزش‌های نظامی و مسلکی فارغ شدند. مسئولان در مراسم به همین مناسبت بر اهمیت آموزش‌های حرفه‌ای، فضیلت دانش و نقش آن در ارتقای ظرفیت‌های فردی و سازمانی تاکید و از فارغان خواست تا اندوخته‌های خود را در چوکات اصول شریعت اسلامی عملی کنند. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که در ماه قوس سال 1404 9102 تذکره کاغذی را به صورت حضوری و غیر حضوری تایید کرده است. این اداره افزوده که از این میان 2603 تذکره به صورت حضوری و 6499 تذکره دیگر به صورت غیر حضوری تایید شده است. اداره ملی احصایه و معلومات همچنان گفته در این مدت هویت 205809 تن دیگر تثبیت شده است. و در اخیر رژیم اسرائیل تا اکنون 969 بار آتش بس در غزه را نقض کرده که در نتیجه آن دست کم 414 فلسطینی شهید و 1145 تن دیگر زخمی شدند. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که رژیم صهیونیستی از 10 اکتبر تا 25 سال 2025 میلادی 298 بار به غیر نظامیان شلیک، 455 بار غزه را بمباران و گلوله باران، 45 فلسطینی را از غزه بازداشت و 162 خانه مسکونی فلسطینیان را تخریب کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.